برای هر یک انسان قیمتترین و بی‌بهاترین گنج این سلامتی به شمار می رود. متاسفانه امروز نفرانی به چشم می رسند که به قدر و قیمت این نعمت بی‌بها نرسیده، برای بیدار کردن حس رحم و شفقت در ضمیر دیگران حالت حزن‌انگیز خود را نشان داده می خواهند مبلغ‌های پولی بیرنج به دست بیارند. همگان آگاهند که ننگین‌ترین و بدترین عمل انسانی خود را معیوب وانمود ساختن و به طلبندگی مشغول گردیدن است. این عمل که خودفریبی حسابیده می شود، انسان را از مهنت حلال، رشد شخصی و زندگی با عزت دور می نماید. ضمن چاره‌بینی‌های پرافیلاکتیکی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر معین کرده شد که شهروند حیات فعلی خان تگایویچ، ساکن 29 ساله ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه که جسماً سالم است، خود را معیوب وانمود ساخته در حدود شهر باختر در عرابچه معیوبی نشسته از شهروندان و رهگذران طلبی کمک میکرد. سنجش نشان داد که نامبرده در اصل صحت و سلامت بوده، تنها به خاطر به دست آوردن مبلغ به این کار مشغول بوده است. اومدم به شهر باختر کلاسکه خریدم، کلاسکه معیوبی خریدم، گویا که پاهم معیوب بود. کلاسکه را گرفت، جای آدم بسیار میرفتگی اچکی میموندم، چشمام ساز میبینم، اچکی میموندم که گویا که چشمام خیره میبینم، با همین سبب مبلغ به دست می‌آوردم. همه جان سازه، پاهم چشمام همش سازه، برای پول کار کردم همین کارو میکرد. علاوه بر این، ضمن چاره‌بینی‌های اپراتیوی معین کرده شد که دستگیر شده از سال 2022 من جانب در خاطره تلفن موبیلش موادهای پورنوگرافی نگاه داشته توسط تلگرام به پیام رسان‌های شخصی یک چند استفاده برندگان نوارهای پورنوگرافی ارسال کرده است. وابسته به حالت مذکور نسبت دستگیر شده هیئت فعلی طبق طلبات ماده 241 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده، نامبرده در حبس پیشکی قرار و تفتیشات ادامه دارد.